دانشگاه تبریز یکی از دانشگاه‌های برتر ایران است. این به دلیل استانداردهای بالا و کیفیت دانش آموزان شناخته شده است. دانشگاه طبقات زیادی از دانشجویان خود دارد. همه اینها از یک فرایند پذیرش دقیق و سختگیرانه شروع می‌شود. همه متقاضیان نمی‌توانند در این دانشگاه معتبر پذیرش شوند. مردم می‌گویند دانشگاه تبریز یکی از سخت‌ترین معیارهای ورود را دارد. مخصوص بخش پزشکی. آیا واقعاً همینطور هست؟ نه به هیچ وجه. این آقای میرحسین آقازاده است. یک خارجی با فریب و با مدرک جعلی دیپلم کلاس 12 وارد دانشگاه شد. اگر به این مدرک دیپلم کلاس 12 نگاه کنیم، می‌بینیم که حتی تاریخ تولدش هم درست نیست. چگونه بخش پذیرش دانشگاه تبریز این را ندیده است؟ چرا با پاسپورتش چک نکردند؟ شاید این فقط یک اشتباه تایپی باشد. ولی ما به همون مدرسه رفتیم که آیا چک کنیم این دیپلم واقعیت دارد. اسمش چی بود؟ من سال 94 میرحسین آقازاده. منتظر بمونید. شیفت ما که نبودن. حالا بعد نگاه کنن اون شیفت ساعت 2 میاد. من نگاه کردم توی لیست ما نبود. من تعجب میکنم ایشون چطور صادر کرده مثلا باید بپرسیم دیگه، من هم دنبال همین هستم. این آقا برای کسی که مزاحم آقای واعظ برداشته ایشون میگه آذربایجان برای آذری کارنامه صادر کرده غیر قانونیه. بالاش هم جدید استفاده کرده ارزش مبدئیه نداره اینا باید تو سیستم هر کی صادر کرده بهشون بگید حالا چی میخواد چه گواهی نامه ما این گواهی نامه میخوایم که این دانش‌آموز این سال اینجا محصول بوده. خیلی نمیکنن این به خاطر همون تاکید کردن آذری نمیکنن حالا که فهمیدیم هیچ وقت اونجا درس نخوانده و حضور نداشته، پس واقعاً کجا درس خونده؟ او در دبیرستان پسران امام حسن مجتبی دوره اول و دوم درس خوانده است و آنچه ما متوجه شده ایم این است که او هرگز دیپلم کلاس 12 تمام نکرده است. آموزش دبیرستان به ما کامل اطلاعات داد. او در کلاس 10 به دانشگاه بین‌المللی مدرس المصطفی برای خارجی ها رفت. او یک روحانی بود که درس دینی حوزه‌ای می‌خواند. الان سوال ما این هست: چطور یک نفر که دیپلم تمام نکرده رفت پزشکی بخواند؟ آن هم در دانشگاه تبریز. چطور امتحان کنکور داد وقتی که هیچ وقت درس نخواند؟ با دادن رشوه. بله، فقط با دادن رشوه. به احتمال زیاد او به کارگران رشوه داده است تا بتواند در برنامه پزشکی پذیرفته شود. شایعه‌ای وجود دارد که یکی از کارگران دانشگاه برای پذیرش دانشجویان خارجی به عنوان دانشجوی ایرانی از آنها مبلغ 80 میلیون تومان دریافت می‌کند و از این رو هزینه قیمت درس بین‌المللی از آنها دریافت نمی‌شود. حال سوال این است که آیا او واقعاً روحانی است، طلبه هست؟ و اگر چنین است، آیا این همون رفتاری است که باید انتظار داشته باشیم؟ طلبه جامعه المصطفی با مدرک جعلی با دروغ با حق کسی خوردن به درس پزشکی پذیرش شود. آنچه مایه تأسف است، این است که شاکی از این فرد به دانشگاه تبریز شکایت کرده است، اما دانشگاه هیچ اقدامی نکرده است. با وجود اینکه یک پرونده قضایی علیه میرحسین وجود دارد، اما دانشگاه به شکایت و نگرانی شاکی توجهی نکرده است. اگر اینطور است، پس باید همه با مدارک جعلی برای پذیرش اقدام کنیم. دانشگاه چه پیامی به دانشجویان بالقوه می‌دهد؟ که اشکالی ندارد مدارک جعلی ارائه کنید و در هر رشته‌ای که می‌خواهید پذیرفته شوید. علاوه بر این، چرا دانشگاه با پذیرش دانشجوی خارجی به عنوان دانشجوی ایرانی داخلی قبول می‌کند؟ مگه این خلاف قانون نیست؟ چرا دفتر پذیرش دانشگاه تبریز اینطور عمل کرده است؟ چگونه دانشگاه می‌تواند دانشجوی خارجی را دانشجوی ایرانی بداند؟ ما تا به حال نشنیده ایم که دانشجویان خارجی هم مثل دانشجویان ایرانی باید کنکور بدهند. پس آیا میرحسین حق یک دانشجوی ایرانی را گرفته است که میتونسته پذیرش باشد؟ و چگونه بدون اخذ دیپلم در کنکور قبول شد؟
اینها سوالات جدی است که دانشگاه تبریز باید به آنها پاسخ دهد. میرسه یعنی